دوستای عزیز و ارجمند سلام. امید که انشالله همگی شما خوب باشین و حال احوال شما خوب باشه. من سید نور حسن ناصری با یکی از برنامه‌های آموزشی تحت عنوان درخواست دادن به وظیفه و یا اپلای کردن به وظیفه در خدمت شما قرار دارم. البته ای اپلای کردن یا درخواست دادن به وظیفه از طریق سایت های آنلاین مثل سایت اکبر، سایت جابز، همین سایت هاست که زیادتر در افغانستان اکثرا از همین دو تا سایت استفاده میکنن. البته فکر میکنم سایت های کاریابی زیاد است، ولی همین دو سایت های هست که اکثرا به همین دسترسی داره و اینا فعالیت خوبتر داره نسبت به دیگه سایت ها که است. خب ما و شما هم از طریق همین دو سایت میخوایم امروز چطور به یک وظیفه دلخواهمان اپلای کنیم شروع میکنیم. خب ما یک معلوماتی کوتاه را بر شما تهیه دیدیم که معلومات شما را کمک خواهد کرد که شما چه قسم کدام مواردها ضرورت است که شما باید تهیه کنین در ابتدا. این معلومات مفید است در این قسمت. خب ما و شما را کوتاه میبینیم و بعد از او شروع میکنیم عملا که چطور ما و شما اپلای کنیم به یک وظیفه. خب این معلومات شامل چند مورد است. خب میایم در اینجا steps for applying of a job for a job. در اینجا که است اول باید ما و شما یک رزومی یا سی وی و یا کاور لتر داشته باشیم. بعد از اینکه ما و شما سی وی یا رزومی یا کاور لتر داشتیم، در این صورت ما و شما میریم سایت اکبر باز میکنیم یا سایت جابز باز میکنیم، اما پوزیشن مورد نظر خود ما و شما پیدا میکنیم. بعد از او لایحه وظایفی که اعلان شده و شرایطی که از طرف اداره‌ای که به حساب را به اعلان داده کدام شرایط ها در این پوزیشن ضرورت است، او را ما و شما به صورت تمام معلومات مورد ضرورتش میخوانیم که او را ما و شما عملا باز میبینیم. و در اخیر یک موردی که بسیار ضرورت است مهم هم است، یک ایمیل باید شما درافت بکنین که همراه همین رزومی و همین کاور لتر شما باید به اداره‌ای که وظیفه را به اعلان مانده سابمیت کنین. خب و مرحله بعدی یک نمونه از رزومی و یک نمونه از کاور لتر است که شما ببینید به صورت کوتاه و انشالله که ما و شما در رابطه با رزومی و کاور لتر هم ویدیوی جداگانه خواهد داشتیم. شما او را ببینید باز بسیار به صورت مسلکی رزومی و کاور لتر در اونجا شما میتونید که راهنماییش ببینید و برای خود چی کنید. رزومی هم رزومی خود در نظر گرفتم طور نمونه است و کاور لتر هم کاور لتری که ما همیشه به وظیفه اپلای میکنم، اما کاور لتر خود در نظر گرفتیم و ایمیل را که همچنان ما خودم توسط همین ایمیل اکثرا اپلای میکنم. البته به ایمیل اگر مثلا انگلیسی شما خوب نیست، شما میتونین از چند سافتویر ها اپلیکیشن ها هست که در اونجا ایمیل ها ریدیمیت آماده است، شما میتونین که از اونها استفاده بکنید. و اگر چی نیست باز میشه که یک ایمیل کوتاه به این شکلی که من نوشته کردیم به این شکل یک ایمیل شما نوشته کنین و همراه رزومی و کاور لتر خود ضمیمه کرده به این شکل اپلای کنین. خب این مرحله بود که ما و شما یک معلومات کوتاه را دیدیم. یعنی شرایط کلی است یک درخواست دادن به یک وظیفه یا اپلای کردن به یک وظیفه هست. خب این حال ما و شما میم سایت اکبر یا سایت جابز ما و شما باز میکنیم. خب در اینجا چند تا وظیفه از سایت جابز باز کردگی است و میایم از ابتدای رو شروع میکنیم که چطور یک سایت ما و شما باز میکنیم. البته اکبر به این شکل که ما و شما اکبر در براوزر خود نوشته میکنیم akbar.org یا org
ببینین این صفحهش است و در این قسمت شما دارین جابز و جاب سنتر. بالا جاب سنتر کلیک میکنین، تمام وظایف را که اینجا شما میبینین به این تک شکل وظایف ها برای شما نشان داده میشه که عنوان وظیفه است، کدام سازمان اعلان کرده، موقعیتش کجاست، کلوزینگ دیت یا آخرین تاریخ اعلان از کدام است. ببینید ما و شما در اینجا میبینیم، فرض کنید ما و شما با پست فایننس میخوایم که اپلای کنیم. خب در این صفحه ببینید که پست فایننس ما و شما نداریم، میایم در صفحه بعدیش. فرض کنید شما میتونید هر کدام از این رو بگیرید، اگر اپلای کنید شما اپلای کرده میتونید، ولی ما میخوایم که وظیفه دلخواه خود فرض کنید ما میخوایم پیدا میکنیم و در اون پوزیشن ما میخوایم که اپلای کنیم. خب در اینجا ما و شما میایم یک پوزیشنی که فایننس باشه، حتما می باشه در اینجا ببینین پیدا میکنیم تا اینه ببینین که دو پوزیشن ما پیدا کردیم، HR منیجر هم پیدا کردیم و اکاونتنت هم پیدا کردیم. ما میخوایم در این پوزیشن اکاونتنت اپلای کنیم. اینو میایم اوپن میکنم، اون عنوانش یا تایتلش که است اکاونتنت است و در اینجا معلوماتی یک معلومات خلاصه در اینجا است که مثلا لوکیشن از کجاست، در کابل است و ارگانیزیشنش کدام است، HLP است، کاتگوریش کدام است، فایننس است و تایمی که کار میکنه فول تایم است و معاشش ذکر نکرده. نمبر اف وکانسیز بسیار مهم است که شما این را باید در هنگام اپلای کردن باز سرزی میاییم که این در کجا ضرورت میشه و جندرش هم همیشه متوجه باشین که بعضی اوقات میگه only for female. سعی کنین که مثلا اگر فیمل بود تنها فیمل اپلای کرده میتونه و اگر میل بود تنها میل اپلای کرده میتونه و اگر میل اور فیمل بود میتونه که هم مرد اپلای کنه و هم خانما میتونه اپلای کنه. و در این قسمت ایژوکیشن که است چی است؟ ایژوکیشن کدام شرایط تحصیلی را باید شما داشته باشین. یعنی اینجا گفته که بچلرز اور ماستر دیگری in tax, accounting or finance باشه. اینی شرایط باید داشته باشه. کلوزینگ دیتش هم تا تاریخ 6 می است و همچنان یک پست یک نفر کار داره. تجربه کاری که هم در اینجا ذکر کرده 5 سال تجربه کاری باید داشته باشین و در این قسمت معلومات خود اداره است که HLP مثلا مخفف چی است و بعد از او جاب دسکریپشنش است. شما سعی میکنین که آیا شما از همین جاب از عهده ازی برآمده میتونین، در این جاب شما فیت هستین، این شما باید خود شما تفکیک کنین که آیا شما وظایفی که در اینجا گنجانده شده شما انجام داده میتونین یا نه. اگر انجام داده میتونستین باید اپلای میکنین. و در این قسمت آخر ازی ببینین که یک قسمت هست به نام جاب ریکوایرمنت، شرایط ازی. البته در بالا در خلاصه هم ما شما بعض شرایطایش خواندیم که در اونجا هم گفته بود بچلر اور ماستر دیگری. صحیح، این فقط کسایی میتونه که دی اپلای کنه که ماستر باشه یا بچلر باشه و خصوصا فیلدی تحصیلیش هم اکاونتینگ باشه یا فایننس باشه. حداقل 5 سال تجربه کاری در این بخش اکاونتینگ و فایننس داشته باشه و همچنان اکسپریانسی جنرال لیجر داشته باشه و همچنان تجربه فاینانشال ریپورتینگ داشته باشه و همچنان تجربه کار با کویک بوکس داشته باشه. اینی مواردها را اگر شما دارین شما باز همون شخص درست یا فیتی هستین که شما میتونین در این وظیفه اپلای کنین. خب یک موضوع مهم دیگره که ما و شما بعد از این میبینیم سابمیشن گایدلاین است. این را همیشه شما مد نظر بگیرین که در اینجا بسیار مهم است که مثلا راهنمایی که شما چه قسم اپلای کنین برای پست، این را برای شما شرح میده اداره هایی که پست به اعلان میگذارد که در اینجا برای ما و شما گفته kindly mention the position title and vacancy number. یعنی شما در سابجکت ایمیل خود باید چی را ذکر کنین؟ اینمی اکاونتنت ذکر کنین و وکانسی نمبر را که پیشتر به شما گفتم مهم است. اینجا ببینید به این شکل اینمی موضوعی که اینجا داخل قوس مانده شما کپی کنید در سابجکت ایمیل خود باید بگذارین. اگر این را در سابجکت ایمیل خود نگذارین، اگر شما ایمیل کنین ایمیل شما در اونجا شارلیست نمیشه بدون از اینکه شما را ایمیل شما را ببینه یا نبینه دیگه شارلیست نمیکنه، چرا که شما میگه امو نحوی که از طرف خود اداره در نظر گرفته شده شما رو در نظر نگرفتین.
خب حالا و دیگه موضوع دیگه در اینجا که است، گفته که application received after the deadline will not be considered، یعنی همون تاریخ ددلاین اعلان باید ختم نشده باشه که شما اپلای کنید و تنها برای کسای زنگ زده میشه که اونا شارت لیست شده باشه. و یک موضوع دیگه ای که اینجا مانده سابمیشن ایمیل است. سابمیشن ایمیل به این مفهوم است که شما در اینمی ایمیل چی کرده میتونین؟ اینمی درخواستی وظیفه را روان کرده میتونین یا به اینمی ایمیل امو سی وی و رزومی خود روان کرده میتونین. خب ما و شما میم عملا روی ازی کار میکنیم و میایم اپلای میکنیم. خب ما باز هم از ایمیل شخصی خود استفاده میکنم. میایم در این قسمت میایم یک ایمیل کمپوز میکنم. ایمیل خود چی میکنین؟ باز میکنین، باز در این قسمت میاین ایمیل کمپوز میگین و اونمو آدرس ایمیلی که برای شما سابمیشن ایمیل برای شما گفته اینو میره کاپی میکنین از اینجا که اینو ما کاپی میکنم. میایم در قسمتی تو و در این قسمت هم یک موضوع دیگه اونجا ذکر کرده بود که ما شما باید سابجکت پوزیشن همراه رفرنسش اینجا چی کنیم؟ در سابجکت ایمیل خود قرار بدیم. خواه ببینین این پوزیشن اکاونتنت است. و یک موضوع دیگه که این ایمیل را که ما شما گفته بودیم درافت کنیم، ما یک ایمیل ساده فرض کنید از اون ایمیل های سابقه کاپی میکنم اینجا میندازم که ما در کدام پست اپلای میکنیم. خب این پست شما در کجا دیدین؟ در سایت اکبر دیدین. این پست کدام پست است؟ مثلا اکاونتنت است. شما باید این اکاونتنت اینه باید نوشته کنین. خب بعد از اینکه اکاونتنت نوشته کردین محتویات سعی میکنین که مثلا چون مشخص نبود که با کی نوشته میکنین، یا با خانم است یا با آقا است و همین چی رو نوشته میکنین به این شکل که اینه من مثلا واجد شرایط برای ازیه هستم و لطفا سی وی مرا از اتچمنت پیدا کنین. صحیح شد؟ خب در این قسمت دیگه ما شما میایم در ایمیل اینجا اتچمنت است. از این اتچمنت میریم چی را پیدا میکنیم؟ سی وی و یا رزومی خود. ما سی وی و رزومی خود در روی صفحه در دسکتاپ و نام رزومی اینجا ببینین که اینجا یک کاور لیتر هم است و یکی هم رزومی است. این را سعی میکنیم پیش از اینکه را ما و شما اپلای کنیم را سعی میکنیم که آیا همین رزومی همون رزومی هست که ما را اپلای میکنیم یا نه. اگر همون هست باز پس ما و شما امور را چی میکنیم؟ اپلای میکنیم. سعی میکنیم که همون هست. الحال میاییم صحیح است. این دو صفحه چی است؟ رزومی است. رزومی صحیح است. خب بعدش هم میاییم به می شکل چی رو سعی میکنیم؟ کاور لیتر را سعی میکنیم که آیا همین کاور لیتر هم همون کاور لیتر هست یا نه. البته این کاور لیتر دیگه است. خب باز هم فکر کنید شما یک کاور لیتر باید داشته باشین، ولی یک قسم کاور لیتر خوب داشته باشین و در ویدیوی بعدی انشالله برای شما توضیح داده میشه. خب میایم ما هر دوی از اینا رو انتخاب میکنم و بعد از اون میایم میگم اوپن. خب وقتی که شما اوپن گفتین اینه فکر کنید که شما تمام مراحل را که برای یک پست شما اپلای میکردین تمام از اون مراحل شما طی کردین و این حال فقط شما میگین سند. اگر سند بگین برای شما چی میشه ای؟ اگر سند بگین ای برای اداره ارسال میشه سی و رزومی، ولی ما میخوایم که ای در ای اداره انتقال نکنه. پس به کجا انتقال کنه؟ با یک ایمیل دیگه میگم که info فرض کنین که اینی سابمیشن info.finex در اینجا مثلا چی شوه؟ اپلای شوه. فکر کنین که سابمیشن ایمیل اینمی info.finex است. صحیح؟ خب ما چی میکنم؟ اپلای میکنم، سند میکنم. این حالا ببینین که ایمیل چی شد؟ ایمیل مستقیما سند شد. آیا میبینیم سعی میکنیم که آیا ما آدمی پست اپلای کردیم یا نه. در سند ایمیل خود میاین امروز اینی ما در این پست چی کردیم؟ اپلای کردیم که همی رزومی ماست و کاور لیتر ماست. به اینمی شکل شما میتونید که به یک پست اپلای کنین. دوستای عزیز این درس ما شما اینجا به پایان میرسه و در رابطه اگر
با کدام مشکل برخورد کردین، شما می توانین از ایمیل هایی که به حساب ما در صفحه بر شما دیده میشه، شما می توانین برای ما ایمیل کنین و ما تا حد ممکن می خواهیم که همراه شما همکاری بکنیم در قسمت کاریابی، در قسمت رزومی، در قسمت درخواست دادن به وظیفه. انشالله از همکاری دریغ نمی کنیم. شما میتونین با داشتن ایمیل ما و ایمیل کردن شما میتونین که همراه ما در تماس شید.